با نفوذترین مسابقه قاره لیگ قهرمان‌های آسیا معرفی میکنند چشم دوختند. اینک به صبرانه همه ما منتظر بازی دومی دسته استقلال و الهلال هستیم. پرتاب نوبتی و البته اینجا با تفیم بی گل نیست دوستان ارجمند. این همان اصولی که او بعد از زدن گل انجام میدهد و در دقیقه 24 دروازه استقلال را رخنه میکند. علیشر چنیلوف، علیشر گزارشی و پرتابی زمینی ضربه گل منوچهر جلیلوف حساب 1-1 دوستان ارجمند. هم منوچهر جلیلوف و هم رستم سایدوف هر دو امکانیت داشتند ولی فوتبالبازی اولی ضربه را اجرا کرد و حساب را 1-1 نمود. احسن تورنمنت بسیار عالی فوتبالبازان استقلال. علیشر جلیلوف پس به کنار میدان رستم سایدوف امکانیت بسیار هم خوب است برای ادامه دادن حمله. سایدوف فرصتی ضربه زدی منوچهر ضربه چی ضربه زیبا، چی ضربه جانکاه برای حریف و ببینید که دروازه دسته الهلال در همین وضعیت رخنه می شود و منوچهر جلیلوف در بازی امروز دوبل میکند. احسن سفر از کنار میدان منوچهر سفر پرتاب ایجاد به دروازه و گل و گل و گل و گل منوچهر سفر انا این را غافلگیر میگویم دوستان ارجمند. دروازه‌بان الهلال در این وضعیت نتوانست ضربه منوچهر ظفر را دیده. بسیار هم خوب پسیو با رستم سایدوف امکانیت هست برای رستم سایدوف. حالا میبینیم که رستم چگونه نتیجه نشان میده.